اوجا برو یک گپش میزنه، اوجا برو دیگه گپ میزنه، داونش برو دیگه گپ میزنه. این دوستان میگن سرگردانی پیسه مصرف کردن و این سرگردانی حسابی که بگه خودش حرکت کنه، کم کم سر پای خود استاد باشه. شکر الحمدلله خوبتر است. خدا دو پای دارم، دو پای دیگه هم پیدا کنم خرج میکنم میگیرم. بس چپرکت های هست دو مریض انداختم. Money Family W3F. یک دفعه ما روی ششتم که بدون زخم راست داشته استاد شدم خیلی پایم شق شد. خودم بخیلی شارم پایین شد. سرم دلم زفیات اومد. خیلی این سبب معاینات کنم. دایجا برا خونجا ببر. خونجا پس بیار معاینات شد دکترشون گفتن. این گرمی را بود. آدم خیلی زیر هوا شده عرق. این پریشانی ها آنش که سرگردانی سرگردانی شفاخانه نکنم، گزارش شفاخانه را نکشم. اگر سرگردانی شفاخانه از همه چیز کنم خیلی سخت است. گرمی سلیمه جانم میگه دوا براش تر کرده، سرم چیزا تر کرده. من دستی که خسته شدم بیروبارکم بود بعد بس چپرکت های هست دو مریض انداختم. دو مریض یک چپرکت خواه، دو مریض یک چپرکت خواه است. مریض چپرکتی که سلیمه جان بود، یک مریض دیگه بود. فکر کنم که از اون سرم دواش حالش کسته کرده دیگه طرف سلیمه جان میاد سلیمه که سرمش حالش شده باشه باز رو بریم پیش دکتر که چی بگه دوانا اشتم میکنه دیگه میکن چی میگه بسیار معلوم شده که بریم دیگه با خدا دو پای دارم، دو پای دیگه هم پیدا کنم خرج میکنم میگرم بریم شفاخانه رقم خودم گنج کنم مریض کنم فیصله کردم. دوستان عزیز سجاده بخشیم خاطر نایم مریضی سلیمه جان بسیار بتکلیف کنم سرگردان گرد میگردیم به شفاخانه. خداوندش که سایتیل شفاخانه نکنه و انزار نکنه و پریشانی رویش کس نیاره. امید که شما همچور صحتمند باشین دوستای عزیز. بسیار ببخشیم نمیشه که از آدم از وقتی که دکتر معاینات میکنه دوا تطبیق میکنه یا یوتیوب بگیره عکس ببینه، چون که دکترها اجازه نمیده. شما خودتان میفهمید دیگه دکترها اجازه نمیده به خاطر اون امور چه نمیتونیم. باز هم کوشش میکنیم که معاینات کردیم که دوایی که تطبیق شده تا جایی که میتونیم شما در جریان میمانیم و شما به اشتراک بگذارید. شما دعا کنید، از شما ما میخواهیم که دعا کنیم که بخیر مخترکم خوب شود. از امیر سرگردانی شفاخانه، از امیر همزردی شفاخانه، در روزهای گرم، در روزهای دشوار و در روزهای دیگه دیگه خانه خود باشیم بهتر است. هر گرم هم است سرگردانی شفاخانه بهتر خیلی سخت است. دکتر اگر دوست که بخوام خراب شده دیگه فکرم دیگه دوباره چیز است دیگه بیروباره کم زیاد سر صدای مریضا و طفلا و کلاما سر صدای پرکن رفت. من چون صدای من در شما میره نمیره خواستم که همین مطلب با شما برسانم که شما با تشویش سلیمه جان بودین دیگه آگاه باشین، خبر باشین که دعا کنین بخش که دیگه بهتر شود، خوب شود. تشکر از شما دوستای عزیزی که داریم. جهان سپاس. بچه‌م رفته طرف سلیمه سلیمه براتون سرمش خلاص شد، یک سرمش خلاص شد. پورا فایده شکست شد. حالا دیگه یک سرم زرد نمی‌فهمم. سرم چی است دیگه سرم زرد برای من قبل هم داشتم دیگه از سر خودم زود کرد. من برای کام میگم خلاص شد باشه خلاص نشد باشه بشینیم. خلاص شد دکتر برایشون بتونیم دیگه. دم دوا دیگه نوشته میکنه چی میکنه بعد خونه میریم. فیصله شد. خدا فیصله کنه. سه روز باشه فیصله شد. مریض از دیگه خودمون مریض شدیم با خدا. برو طرف سلیمه برو مادر جان.
شمالی اونجا برای سالم جان سرم و دوا و بچکاری تیر کرد دیگه مو دکتری که گرفت سرش میگیره او دا اونجا نبوده شفتش خلاص نبوده دایی الفلای دیگه ایجا بوده حالی آمدیم دایی نمایندگی دیگه در نمایندگی مو شفاخانه الفلا دیگه نمایندگیش آمدیم این طرف باستمایه برتان چرا شفاخانه رشان میته دیگه همین گرفت سرش رو بگیریم گرفت قلبش رو بگیریم دیگه معایناتش تکمیل شد خونمونش معاینه که دیگه تا بالا چند مرتبه است که سرم و دوا برش تیر میکنه حالی نظر به همون سرم و پیچکاری و دوا یک کم که خوب است دیگه حسابه که بگه خودش حرکت کنه کم کم سر پای خود استاد باشه شکر الحمدلله خوبتر است دیگه حالی آمدیم در نمایندگیش ببینیم که اون دکتر اخلاصابش دیگه اینجا پیدا کنیم اما معایناتی که با کماندار اینجا بکنه دیگه دوا نوشته کنه دواش بگیریم که بخیر خوب شود نه اونجا که رفتیم برآمدیم حالی هم ساعت چیزی کم 6 بجه است ساعت 2 بجه رفته بودیم اونجا نیم چاشت دیگه تاریخ چند است کن؟ تاریخ چی میکنی دیگه بچیم؟ قرارتام چی میکنی؟ جولای 18 شنبه 18 جولای بچه معلوم میشه نمیشه خب بریم بچیم که بخیگه خودم حوصله خودم رفته فیصله هستم دوستای عزیز سلام مریض هستم مریض جور یک هستم صحتمند اما باشه. جورام در پلوی مریض میشه آخو از همون تو این حس سرگردانی و میشه پریشانی ایسا برو اوسا برو ایسا برو اوسا برو دوستای عزیز از ساعت 2 بجه تا حال در دکتر الفلا در سنجانی بودیم حالی هم ساعت 5 بجه است که اومدیم اینجا در بی 17 که یک نمایندگی دیگه جور کردن که روز دیگه ما آمده بودیم در اولین بار که سلیمه را آورده بودیش دیگه اینجا ببینیم چی میشه اونجا دکتر قلبی و عصبی بود اولا حالی نیسته آمده اینجا در 17 کار میکنه تا ساعت 8 بجه کار میکنه ساعت 9 بجه دیگه شفتش خلاص میشه اون روز هم که ما رفتیم دیگه شفتش خلاص شده بود رفته بود بچه حوصله نیست دو شفاخانه گرمی دو گشتیدیم انتظار تش و بالا شد دوا بیار اشکاری ترکنه سیرم ترکنه خاصه و خیلی فیصله هستم بچه مریض گفتم نه مریض خب مریض است در پلوی مریض کل خانواده مریض میباشه دیگه پشت قروی دو گپ نکرد خیر اگم توی که اگم گپا و اگم کامنتای کده خیر امی گپاشون بالای دیده ایمو امی مناتم بالای دیده ایمو دیگه حالی وقتی نیست که آدم گپ ناق اضافه زده رفته روان شود مطلب است که مهمی است دختر جور شود معایناتش تکمیل شود برش دوای که لازم است دوایی که میته که دواش بده که جور شود از همین سرگردانی و پریشانی گدوبری خلاص شویم بچیم هر رو بیار وضعیت بچی حال است یک گرفت پلیس سایکلی دیگه دیگه باز با دوستان مفصل کار میزنیم بچیم بخیر تا وقت سلیمه جان معاینات حلال شود دواش بخیر خوب شود سر پای شود دعا کنن دعا از دوستان ما خبر میخوایم که دعا کنن به خاطر این مریضی دختر مردم حسابی بتان بچیم تو خدا تو ساعت هم نشان بده بچیم سایز که اگم تا اگم انتقاد گپ زده سایز تا گپشون بزنه گفتم نه که اوجا نه خیلی پشرم گفتم که گپشون بالای دیده گم اگه درد و مشکلات یک طرف دوستای ما که اگم گپو میزنه اگه مستی میزنه یکی در فکرشان هر گپی که دارن میگم خیر باشه روز عالی آمده روز همی رقم آمده این اول رفتم شفاخانه بدبختانه یه از چانسی بد از قسمت بدمون دیگه رفتیم اون دکتری که پیره معاینه میکرد گفته خودم که دکتر دل و دکتر هم عصبیش اون دکترش نیست حالا میگه ساعت 9 بجه بیا یا که میگه صبح ساعت 7 بجه بیا اینجا برو یک گپش میزنه اونجا برو دیگه گپ میزنه داونش برو دیگه گپ میزنه این همین دوستان بگن سرگردانی پیسه مصرف کردن و این همین سرگردانی است شفاخانه سنجانیش که رفتیم الفلای سنجانی گفت نیست اونجا دیگه اونجا دیگه دکتر داخلش معاینه کرد گپ سخن پشکاری و دوا و سیرم تیر کرد گفت چیسته او دکترها نیست برین در این نمایندگیش برین این نمایندگی دیگه که جور شده بیابده است اونجا برین این حالی جا آمدیم حالی میگه که دکتر تایمش ختم شده رفته دیگه سبب نو رکشا رستاد که بریم بچیم فیصله هستم انشاءالله کلی که معاینات
رکشا استاد چیزا اولش که ضرور نیست که تو ویدیو بگیری ویدیو پارتی فهمیدی؟ وقتی که درد نمیشیم دیگه خداوند دیگه همه جوری ای دوستای عزیز خداحافظتان. شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم که ما هم برم بشینم دیگه. Money Family W3F